فرشته در میان آنان میگوید بارا الها در میان آن جمع فلان کس از جمله آنان بود که فقط به خاطر نیاز که داشت به آنجا آمد. فرشته ها اعتراض میکنن. بعضی منافق ها اینجا میشینن، بعضی حالات منافق میدارد همینجا میشیند. خدای قلبش ناپاک است منافق، او را بخشیدی. مسلمان های صحیح بخشیدی، اونایی که از دوزخ ترسیدن، از عذاب تو ترسیدن، از قبر ترسیدن، نیازشان پیش تو بود، تو را دوست داشتن، اونا را که بخشیدی. اینهایی که جنایت نفاق دارن، منافق هستن، اینا را میبخشی. عرب نوشا هم بیان اگر اونا را میبخشی، دزدا را میبخشی، آدم کشا را میبخشی. ملائکه اعتراض کرد. با آنچه آمد خدا میفرماید آنان که به خاطر ذکر و یاد من جمع شدند همنشین آنان را چه محروم و بی‌نصیب نمیگردانند. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار برنده، استخوان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دوم 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس برایید. رحمت خدا را ببین. اگر مسلمانای قوی در اینجا نشستن، منافق هم دو راه همینجا. خدا میگه من مسلمانا را بخشیدم، لیکن یه منافق در دیش نفاق هم که باشه، یا عرخر و یا جنایتکار هم که همین خانه خدا بداره درباره همین مسلمان ها بشینه، به خاطر او هم بخشیدن، برای که همنشین آدم خوب شدن. به خاطر همنشین شما خوب ها شدن. خب بی‌نصیب چی نمیگردن، همه را هم بخشیدن. پروردگار را بر ما نصیب کن که این بگم بگوی که همه را بخشیدن و همین صدا را بشنوید. شاید در قلب من بگه، شاید در قلب که احساری بگه، شاید در قلب این کودکک بگه که یک کودک خدا آگه میکنه که این مردم بخشیدن توسط یک ملائک. همین کودک رو در بین میکنه میگه این مردم دلم گواه بسه که شما را خدا گناهتان بخشیده است. نشانه قبول دعا. قال الله تبارك وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. خداوند متعال می‌فرماید کسی کاری زشتی را انجام داده باشد یا به نفس خود ظلم کرده باشد، سپس از خدا طلب آمرزش نماید، خدا را بخشنده و مهربان می‌یابد. در دنیا کی است که گناه ندارد؟ کی میتونه بگه؟ کی حضور کی بخدا بگه من گناه ندارم؟ کی میتونه؟ هیچ کس نمیتونه. حتی اولیاء نمیتونن. اولیاء لغزیدن. حتی صحابه در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم لغزیدن. اگر گناه نمیکردن لغزیدن. چگونه لغزیدن؟ جنگ احد. جنگ احد دلیل لغزش صحابه را میکنه. رسول الله عید صحابه ها را با حاجای محترم در کوه احد دیدن. کوه احد است، یک کوه پستکی است. 10-15 نفر لشکر از صحابه و هم جمع میمونه شروع بست عقبگاه. ما اگر در این جنگ غلبه هم کردیم شما نبیایه، شکستم خوردیم شما نبیایه، همه عقبگاه چه خالی نمانه. اینا رفتم در جنگ احد وقت بین کفار و مسلمین جنگ رفت. اول صحابه های رسول الله با حضور رسول الله صلی الله علیه و این جنگ غلبه کردن بر مشرکها. غلبه کردن. وقتی که غنیمت جمع میکردن، مال غنیمت به دست میوردن، اینا از بلندی نگاه کردن که صحابه ها همه چی؟ همه غلبه کردن در جمع آوری مال غنیمت هستن. دوسه عقلت پیدا شد، گفتن بیای بریم اینجا ما چیستیم، تمام اسلام غلبه کرد، رسول الله غلبه کرد، صحابه ها غلبه کردن، بریم ما میگم از مال غنیمت چیزی به دست بیاریم نصیب ما شود. یا سپر است، یا شمشیر، یا پول، یا مال برای نفس. گپی رسول الله چی؟ زیر پا کردن.
معلمی بشریت امر کرده بود که اطیع الله و اطیع الرسول. خدا میگه مرا اطاعت کنید و رسول الله را اطاعت کنید. گپ پیغمبرتون را نشکنید. بیسته گفت بیسته نمردگیش نگینم جو نیستیدم. او گفت که اگر غلبه هم کردیم نبیایه شکستم خوردم نبیایه. اینا دیدن نفسشون دیگر هلا کرد. شیطانی بدبخت وسوسه کرد. اینجا عقیبا پرتفتن خالی رفتن میدان جنگ. این مشرکای گرفتن عقیبا آمدن که عقیبا خالی هست. دوباره عیسی لغت کردن. ای پیش بر آمدن کلی صحابه ها را کشتن. 72 نفر صحابه را کشتن. از جمله امیر حمزه صاحب قران رسول الله کشتن. در جنگ احد شد کار. اندک لغزش چیکار کرد؟ کار برباد داد. اندک لغزش حتی خدا غضب شد کرد. بنابراین الله میگه کسی کاری زشت را انجام داد یا بر نفس خود ظلم کرد. بابامان آدم علیه السلام بر نفس خودش ظلم کرد. چی خیر؟ الله وقت این را خلق کرد وارد جنت کرد. اذ قال یا آدم اسکن و انت الجنة. یا آدم اسکن، ای آدم خطی زنت وارد جنت شد، سکونت کن، زندگی کن. ما تو را وارد جنت کردیم. خور پوش راحت کن، لیکن ولا تقربوا هذه الشجرة فتكون من الظالمین. انمین یک بعضی ها میگن خربزه، بعضی ها میگن گندم، بعضی ها چند چیزا. هذه الشجرة این گندم نیست میگه مفسرین کبار. الله گفت از این درخت نخور. گندم نگفت. مفسرین کبار میگن الله خاص نکرد که گندم یا خربزه. نه، گفت که هذه الشجره، یه درختی را گفت از همین نخور. اگر خوردی بول و غایط به وجود میآید. درون جنت حاجت خانه نیست. هر جنتی که از مال جنت بخوره بدنش عرق بشه دوخی شده میبره بدنش. دیگر حاجت قضای حاجت هم نیست. غسل از جنابت هم نیست. بدن تو چرکین نمیشه. هر نوع عرقی که از بدن انسان میبره هازی 10 میل پس بدبو میکنه صاحب شد. لیکن در جنت دوخی میشه و میبره. دوخی چون بوی خوش داره بدبو نمیکنه. این آدم علیه السلام چکار کرد؟ بر نفسش ظلم این کرد که با همراهی ماما حوا مادرمان در اونجا کی بودن؟ شیطانی بدبخت آمد بر روایت ها میگه شراب تیار کرد از انگور. شراب تیار کرد آور یک یولگی هر شکران هرش مست شدن، بهوش شدن، بیاد شدن. الله گفت هذه شجره، این درخت نخور. لیکن وقتی مست شد مستامست از این درخت هم خوردن. با مجرد لقمه از این درخت خوردن فتکون من الظالمین، ظلم بر نفس کردن، لوخت شدن لباسا خود به خود از بدنشان ریخت. اوریان شدن هر دو چی شدن؟ اوریان شدن. هم ماما حوا اوریان شد، مادر ما هم بابا آدم علیه السلام اوریان شد. دیگر یه لحظه بود که قضای حاجت به وجود آمد. و درون جنت حاجت خانه رفتن در کار نیست. حاجت خانه کجا روند؟ حضرت آدم علیه السلام زور آورد قضای حاجت، پس در درون کلاه خودش قضای حاجت کرد. شرمنده شد. یه ایده او را زیر کشش مالید، یه ایده او را زیر ناخش مالید. حالی برای مردم چیدن موی زیر کش، تراشیدن موی زیر ناف از سنت های در 40 روز. مردها باید در 40 روز خودشون را تازه کنند. لیکن فصل گرم است برادرای عزیز. 40 روز نگه نکن. اگر امکانیت باشه هر هفته خود تازه کن. مرگ نمیگه که تو کی میمیری. مبادا که 40 روز نگه کردی در 20 روز تازه نکرده خودت میمیری، پس شرمنده میشی. نگه نکن. خود عقل تصورات خود نگاه کن. هر بار حمام میدره، حاجت خانه میدره، طهارت خانه میدره. نگاه کن که اگر که موی زیر نافت بلند است برات تازه کن. چرا نگاه میکنی؟ یا موی زیر کشت بلند است برات تازه کن. 40 روز نگاه کردن نیستی تا 40 روز بمیری چیکار میکنی؟ برای بابا این مویهای زیادی به وجود آمد، برای ماما حوا حیض و نفاس آمد. عذرهای ماهانه. الله رسول وارد خانه غیر خانه خودتان نشوید تا اینکه اجازه بگیرید. خانه خودت باشه خود را برد.
به اجازت هم خانه خود اجازت نگیر از همه اجازت میگیر از کی؟ خانه خود بود را لیکن خانه غیر خودت به اجازت میگیر و بر ساکین آن خانه سلام میده وقتی که آمد اگر صاحب خانه رو پرد کشید بگو السلام علیکم و رحمت الله این تنها سلام برای غیر خانه نیست شما که خانه تان در آمده به فرزندتون سلام بده ما مسجد میدونیم وقتی که مسجد خالی هیچ کس نیست بگیم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته داریم لیکن مسجد وقتی میدونیم که مردم در حالت ذکر امر معروف است نهی منکر است تلاوت قرآن صدا بلند نکن سلام در بدیل درود رو چون وقتی تو سلام میگی اینا باید چطور کنن علیک بگیرن علیک بگیرن گناهکار میشن تیا بگیرن برای خاطر سلام تو بلند کن اینو گوش کردن گوش کردن این واجبه با علیک گفتن یه چی دیگر بگیره که دور آمده سلام بوده برادران دیگر آیت خداوند چی گفت هر گاه با شما سلام کردن شما با صورت بهتر جواب سلام بگید یا همان را در پاسخ بگید اگر شما را گفتن السلام علیکم همین اگر سلامتی شما را السلام علیکم شما جواب از سلامتی بهترتر جواب بشید گویا که و علیکم السلام و رحمت الله اگر گویا السلام علیکم و رحمت الله شما جواب بهتر کنید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته یک کلمه زیادتر فیض ببینید شما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رسول صلى الله عليه وسلم مسلم بخاري عبد الله كسائي عمر روایت می‌کنه خدا عمر را شباب مرد از رسول صلی الله علیه وسلم سوال کرد که آداب اسلام سوال کرد آداب اسلام کدام است؟ آیا اسلام افضل؟ کدام اسلام افضل است؟ پیغمبر صلی الله علیه و گفتن که خب یکی از بهترین آداب اسلام به مردم طعام دادن است. طعام دادن کار هر کسی. تطعم الطعام طعام میگه برای کسی که میشناسی و نمیشناسیش. طعام بوده معرکه که میکنی کسی که آمد خانه خودمی میشناسی نمیشناسی اوقات بوده برای خیلی چی میگن؟ اشاره نکن حالا یه باقی معرکات چی خیلیش نگه؟ نمیشه میگن تو برای تمام نه تمام بوده بفی سبیل الله وقتی تمام بیتی غیرت اشاره نکن همه رو بگو مردم بره الله رزاق است رزق همه رو میتید بنابراین کسی رو میشناسی و میشناسی تعاملش بده سلام هم بده هر کسی رو میشناسی و نمیشناسی سلام بده اگر مسلمانه اگر مسلمانه سلام بده اگر که کافران شما سلام میدید سلامش توجه بکنید اگر که اصلا تو بگو علیکم السلام اون با تو مرد خواستار است کافر هیچ وقت بر مسلمان سلامی حقیقی نمیدید میگه اصلا معنای اصلا با تو مرد میخواهم تو بگو در جاوش که منم با تو مرد علیکم السلام رسول الله وقتی در مدینه میگوش یهودی میگن اصلا رسول میگو علیکم السلام منم با شما مرد میخواهم اگر بگن که السلام علیکم همین اگر بگن و علیکم السلام در جاوش این بود آداب سلام و آداب اسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا ربنا انك انت التواب الرحيم واهدنا